حالا اجازه میده ضربه پنالتی زده بشه. علی شجاعی مثل 2-0 جلو میاندازه یا نه؟ علی شجاعی ضربه پنالتی رو میزنه و توپو درون دروازه قرار داد. برخلاف جهت آرشا شکوری از روی نقطه پنالتی دروازه رو باز کرد این بازیکن علی شجاعی. پنالتی حساس علی شجاعی. یارب نگاه کن به سرزمینم ایران. یارب الحمدلله رب العالمین. گل علی شجاعی. سلام فینال آسیا. پرسپولیس شایسته فینال بود. النصر و AFC تا دنیاست. سایه ایران و پرسپولیس رو سر آسیاست. میدونم این بزرگترین درد شماست، اما چه کنیم این بزرگی تو خون ما ایرانی هاست. آسیا کوچیکی برای پرسپولیس. زوده شایسته پرسپولیس. النصر رو به زیر کشید پرسپولیس ایران. سعودی ها رو به زیر کشیدن شیر مردان ایران زمین.